ماهی قرمز تنگ بلور آبی یا قرمز ماهی بلور آبی تنگ. ترتیب صفات توی زبان ایتالیایی به چه صورت هست؟ مرد بزرگ یا یک بزرگ مرد؟ آیا تو زبان ایتالیایی هم جابجایی صفت و اسم میتونه باعث تغییر معنا بشه؟ چاو! من به ایتالیکده و یکی دیگر از قسمت‌های گرامر ایتالیایی با زبان شیرین فارسی. صفت چیه؟ صفت همینطور که از اسمش معلومه کلمه‌ای هستش که یک کلمه یا اسمی رو داره توصیف میکنه. خیلی باید حواسمون جمع باشه که صفت یک کلمه و یا اسم رو توصیف میکنه و هیچ وقت فعل رو توصیف نمیکنه. چیزی که فعل رو توصیف میکنه نقشش عوض میشه، به اون میگن قید. صفت رو ما برای اسامی داریم که حالا یا سوجتو هستن یا اوجتو هستن یا حتی اوجتو ایندیرکتو هستن که حالا ما تو زبان فارسی به اینا میگیم فاعل، مفعول و حتی متمم. اما برای خود فعل که ورب هستش، اگه کلمه‌ای باشه که بخواد فعل رو توصیف کنه میشه قید، صفت نمیشه. تو مرحله اول خیلی مهمه که ما انواع مختلف صفت‌ها رو بشناسیم. اولین دسته صفت‌ها که می‌خوایم با هم دیگه یادشون بگیریم بهشون گفته میشه ادجکتیوی کوالیفیکاتیوی، صفت‌های کیفی یا نسبی یا صفتایی که بیشتر بسته به نظر و هر شخص میتونه متفاوت باشه. مثل چی؟ مثلا اینکه آب و هوایی میتونه برای یه شخص گرم حساب بشه، برای یه شخص دیگه آب و هوای خوبی باشه و برای یه شخص دیگه آب و هوای خیلی سردی به حساب بیاد. از رایج‌تریناشون بخوایم در نظر بگیریم مثل بلو، بروتو، فردو، کالدو، وکیو، نوو، پیگرو، اینتلیجنته، بلا بلا کلی زیاد هستن. و چیزی که مهمه اینه که خب صفت‌ها معمولا توی زبان ایتالیایی خیلی ترتیب درستی ندارن. ممکنه که یه صفت توی ترکیب حتی عرفش این هستش که قبل از کلمه بیاد بشینه، بعضی اوقات بعد از کلمه هم بیاد بشینه. اما اگه ما یه ترکیب عبارتی داشتیم که برای اون اسم 3-4 تا صفت آورده شده بود، حتما صفت کیفی که داریم رو قبل از اسم قرار میدیم. دسته دوم صفات بهشون میگن صفت‌های کمی، یعنی ادجکتیوی کوانتیتاتیوی، کمی، که به دو دسته تقسیم میشن: دیترمیناتیو، ایندترمیناتیو. اونایی که معین و مشخص، اونایی که نامعینن. مثل چی نامعین ها؟ مثل مولتو، پوکو، تروپو، الکونی، اونی، کوالسیاسی. دو تا صفت هستن که میتونن به جای همدیگه استفاده بشن، مثل مولتو و تروپو. هر دو تاشون به معنی زیاد هستن. چیسونو مولت پرسونه یا بگیم چیسونو تروپ پرسونه. یه تفاوت خیلی ریز دارن و اونم اینه که شما وقتی میخواین از مفهوم زیاد بودن چیزی گلایه داشته باشین، مثلا زیادی مشکیه، قشنگه ها، خوبه ها، مثلا زیادی شاده، زیادی ناراحت کننده است، ما تو این جور ترکیب ها میایم از تروپ استفاده میکنیم، از مولتو استفاده نمیکنیم. نکته دوم استفاده از مولتو هستش. گاهی اوقات اگه توی ترکیب 2 تا صفت داشتین، 2 تا بیشتر و یکیشون کمی، از همین ترکیبای ایندترمیناتیو قبل از اسم بیایم قرار بدیم. مثلا چی؟ مثلا میگن چیسونو مولتی فیلم نویوزی، کل فیلم حوصله سربر هست. و این عبارت خیلی متفاوته با اینکه بخوایم بگیم چیسونو دی فیلم مولتو نویوزی. چی شد؟ چرا اونجا مولتی اینجا مولتو؟ در اینکه کلمه مولتو در این 2 تا جمله متفاوت نقشش. جمله اول قبل از اسم اومده نشسته و 2 تا صفت نویوزی و مولتی به اسم جمله ما که فیلم باشه اشاره میکنه. اما توی جمله دوم مولتو بعد از فیلم اومده قرار گرفته و قبل از صفتی که برای فیلم آورده شده. کلی فیلم بسیار خسته کننده وجود داره. این بسیار برای فیلم نه، برای چیه؟ برای صفته، برای نویوزی هستش. واسه همین اینجا نقش قید رو داره اجرا میکنه. ما گفتیم خیلی مهمه که شما توجه داشته باشیم برای فعل یا حتی صفت این کلمه میتونه نقش قید رو گرفته باشه و توی قید ما هیچ وقت قرار نیستش که با اسم تطابق بدیم کلمه مولتو رو. فقط زمانی که نقش صفت رو بگیره ما تغییرات رو اعمال میکنیم. اگر اسممون مسکیله باشه خب به مسکیل تبدیلش میکنیم، اگه فمینیل باشه فمینیلش میکنیم و اگه سینگولار باشه یا پلورال باشه به همون ترتیب تغییرش میدیم. اما دسته دوم صفت‌های کمی که معین بودن شامل اعداد میشن، اعداد ترتیبی و اعدادی که اصلی هستن. اعداد اصلی مثل چی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 بلا بلا تا آخر. چیزی که مهمه اینه که توی اعداد اصلی با اسم تغییر نمیکنه حالتشون، ولی یه عددی مثل اونو با توجه به
اسم تغییر پیدا میکنه چون به او ختم میشن، یعنی بسته به اینکه اسم اون فمینیل باشه مسکیل باشه تغییرشون میدیم. و اما اعداد ترتیبی که کدوم اعداد هستن؟ پریمو، سکوندو، ترسو، کوارتو، کوینتو، سستو، اینا همشون به او خط پیدا میکنه. پس بنابراین چیزی که خیلی مهمه ما بیایم حتما آخر کلممون رو تغییر بدیم با توجه به جنسیت کلممون، جنسیت اسمی که براش آورده شده، یعنی مسکیل باشه، فمینیل باشه، پلورال باشه، سینگولار باشه. مثلا میتونیم بگیم لا پریما جورناتا یا بگیم که ایل پریمو جورنو، تغییر پیدا میکنه. اما مثلا برای کلمه دوه میتونیم بگیم دو تحتسه، دو گونه، دو لیبری. تیپ دوم صفت‌ها ادجکتیوی ناسیونالیته هستن، صفت‌های ملیتی که از نظر حرف آخرشون به دو دسته تقسیم میشن، اونایی که به او ختم میشن و اونایی که به ا. مثل چی؟ مثل ایتالیانو، ایرانیانو، امریکانو و از اون طرف فرانچزه، انگلیزه، هلندزه. اینکه به ا ختم میشن، چه واسه خانوم باشه، چه واسه آقا باشه، چه واسه یه اسمی باشه که حالا جنسیتش مسکیل باشه یا فمینیل باشه، به همون ا ختم میشن و تنها زمانی تغییر پیدا میکنن که حالت جمع داشته باشن. یعنی مهم نیست که شما بگی که اون ragazzo francese یا بگی اون ragazza francese، فرقی پیدا نمیکنه. اما واسه اون دسته از ملیت هایی که به او ختم میشن ما نیازه که تغییر بدیم با توجه به جنسیت و تعداد اون کلمه، تغییر بدیم انتهای ملیت رو. مثلا بگیم که اون ragazzo americano، اون ragazza americana. یه از صفت ها رو داریم که ما با پرپوزیسیون عنوان میشن. طبیعتاً چون پرپوزیسیون قبلشون میگیرن تغییری پیدا نمیکنه خود صفت از نظر تعداد و جنسیت. مثل چی؟ مثل جنس، کلماتی که میخوان جنس چیزی رو نشون بدن که با پرپوزیسیونه دی میان، مثل دی پلاستیکا، دی لنیو، دی کوتونه، لانا، دی پله. و یا صفتایی که میخوان کاربری یا تعلق به چیزی رو نشون بدن، مثل چی؟ مثلا دا اومو که میشه مردانه، دا دونه که میشه زنانه، یا دا کوچینا. مثلا اونا بورسا دا ویاجو، یه کیف سفر. اونا سیدیا دی لنیو، یه صندلی چوبی. اونا مالیتا دا اومو، یه تیشرت مردانه. مدل بعدی صفات ادجکتیوی رلاسیونی، صفت‌های توصیفی و ربطی. اینا کیفی نیستن. چیزی که خیلی مهمه اینه که این صفات این دسته رو با صفات کیفی اشتباهشون نگیریم. و یکی از راهکارهای این که بخوایم اشتباهشون نگیریم، از اونجا که کیفیا گفتیم یه جورایی حالت نظری دارن، عقیدتی دارن، میتونن حالت تفصیلی بگیرن. اما صفت‌هایی که ادجکتیو رلاسیونی هستن حالت تفصیلی به خودشون نمیگیرن. مثلا ما میتونیم بگیم پیو بلو، پیو بروتو، پیو کاتیو، خوشگل‌تر، زشت‌تر، بدتر. اما هیچ وقت نمیتونیم بیایم بگیم پیو مدیکو، طبیبی تر. ما همچین ترکیبی رو نداریم. اکثرا هم به ایسکو، از، آل، اوریو، اره ختم میشن. مثل چی؟ میلیتاره، ایندوستریاله، آرتیستیکو، انگلیزه، ناسیوناله. یه دسته دیگه از صفت‌ها داریم که این دسته صفت‌ها از فعل ساخته میشن و یکی دیگه از کاربردهایی که دارن توی زمانهای ترکیبی مثل پاساتو پروسیمو، تراپاساتو پروسیمو هستش که به صفت مفعولی ما نیاز داریم در این زمانها. بعضیشون با قاعده‌ان، بعضیشون بی قاعده هستن. مثلا مثل کیوزو، روتو، فینیتو از فینیره گرفته شده، اپرتو از اپریره گرفته شده. یه حالتی هم داریم که جروندیو هستش بهش پارتیچیپیو پرزنت هم گفته میشه و از فعلایی گرفته شده که صفت مفعولی در زمان گذشته نیستش، صفت فاعلی هستش که از زمان حال گرفته شده. مثل چی؟ اینترساره که میشه اینترسانته، انت میگیره آخرشون معمولا. استانکاره، استانکانته. دیورتیره، دیورتنته. سازهای صفات. یه سری حروف هستن که میتونن واسه منفی کردن صفات بشن. معمولا اون دسته از صفاتی که با حروف صدادار شروع میشن مثل اوتیله، اتزو، داتو، اینا برای منفی کردنشون میایم از این استفاده میکنیم. همه اون صفاتی که با این منفی میشن حالا حروف صدادار نیستن، ولی اگه صفتی داشتین که با حروف صدادار شروع میشد با این میتونین منفیش کنین. این اداتو، این اوتیله، این اتزا. اما خب داریم مثلا اینویزیبله، اینسوفیچنته، صفاتایی هستن که با حروف صدادار شروع نمیشن ولی با این منفی میشن. اون دسته از صفاتایی که با ام یا پی شروع میشن خب اینا با ایم منفی میشن، مثل ایمپوسیبله، ایمورتاله، ایمباتیبله. اون دسته از صفاتایی که با ال شروع میشن برای منفی کردنشون از ایل استفاده میکنیم. لجیتیمو،
illegittimo. Logicale, illogicaله. Limitato, illimitato. اون دسته از صفاتی که با ار شروع میشن با ایر منفیشون میکنیم، مثل regolare, irregolare، responsabile, irresponsabile، rilevante, irrelevante. یه دونه منفیسات دیگه هم داریم که البته این فقط برای صفات نیست، یعنی تفاوتش با این ایل و ایر این هستش که افعال رو هم منفی میکنه، ولی خب بعضی صفت ها هم باهاش منفی میشن، مثل دیزونستو، دیسابیله. پس دیس هم جزو اونایی که میتونه صفت رو منفی کنه. صفت بیقاعده هم داریم. صفت ها از نظر بیقاعده بودن دو دسته میشه، یا از نظر تفصیلی و برتری، حالتهای برتری و عالی بیقاعده هستن، یا از نظر صرفشون. دو تا صفت داریم که از نظر صرف خیلی پرکاربردن و بیقاعده هستن که بهشون میگن کوئلو، اشاره به دور هستش آن، و بلو که همون صفت زیبایی باشه. چیزی که خیلی مهمه اینه که با توجه به جنسیت، تعداد و اینکه با حروف خاصی شروع میشه یا نمیشه کلمه اسمی که در واقع براش این صفت رو میخوایم صرف کنیم، بیایم آرتیکل مخصوص اون اسم رو انتهای این کلمات بذاریم. مثلا bello studente، quello studente، quella studentessa، bella studentessa، bei studenti یا belli studenti. کدوم درسته؟ آفرین، belli studenti، چون لی آرتیکلی هستش که برای استودنتی استفاده میشد. اگر مبحث آرتیکل ها رو نمیدونید حتما ویدیوی قبلی رو تماشا کنید برای اینکه بتونین راحت تر یاد بگیرین. گرامر چیزی نیستش که بخواین از وسط شروعش کنین. پس طبق این جدولی که این گوشه داریم، ما با توجه به اسممون که فمینیل باشه، مسکیل باشه، پلورال باشه، سینگولار باشه، با حروف خاصی مثل زتا، پی سی، اپسیلون، جی ان بخواد شروع بشه یا نه حروف صدادار بخواد شروع بشه، ما میتونیم انواع حالتهای مختلف از این صفت قبل از اسم مورد نظرمون استفاده بکنیم. اما اونایی که از نظر تفصیلی و حالتهای برتری متفاوت هستن به چه صورتن؟ خب ما بیشتر صفت‌ها رو با یه پیو یا من و حالت تفصیلی و عالی بهشون می‌پاشیم. حالا بعداً توی ویدیوهای بعدی صفات عالی و تفصیلی بیشتر خواهیم پرداخت. پس حتما سابسکرایب کنید، ویدیوهای آموزشی بعدی رو از دست ندید. اما بریم سراغ بعضی از صفت‌هایی که حالت تفصیلی و عالیشون متفاوته. مثل چی؟ مثل buono، migliore، ottimo. Buono, migliore, ottimo. میتونم بگم که questa idea è buona ma la mia idea è migliore. یا حالت سوم، حالت عالی، میتونیم بگیم که tua idea è la mia sono ottime. ایده من شما عالیه. یا cattivo, peggio, pessimo. همچون برای male، peggio، malissimo یا pessimamente. Grande, maggiore, il più grande, piccolo, minore, più piccolo یا il minore. Alto, superiore, più alto یا il superiore. Basso, inferiore, più basso. میرسیم به نحوه قرارگیری صفات. نحوه قرارگیری صفات به اندازه انگلیسی اونقدر مهم نیست، ولی یه چند تا قانون داره که باید بدونین و رعایتش بکنین. نکته اول این که صفت‌های نظری، زیبایی، عقیدتی که معمولا صفت‌های همون کیفی یا نسبی، اینا قبل از اسم قرار میگیرن. Una bella ciotola، una graziosa ciotola، una insolita cassetta. صفت‌هایی مثل اندازه، شکل، رنگ، جنس، اینا بعد از اسم میان. مثلا una sedia di legno، ciotola piccolissima، ciotola antica، ciotola rotonda، ciotola blu، ciotola quadrata، ciotola di metallo. صفت‌هایی مثل کشور، اینکه حالا ساخت چی هست، اینا معمولا بعد از اسم میان. مثلا ragazza giapponese، macchina americana. صفتی که کاربرد چیزی رو میرسونه با حرف اضافه میاد، مثل perillte که اینا بعد از اون اسم قرار میگیره. una ciotola perillte degli attrezzi، una cassetta degli attrezzi. پس اگه بخوام یه فرمول کلی در نظر بگیریم برای جایگاه اسم و حالا کلی هم صفت قبل و بعدش بخوایم قرار بدیم به ترتیب، بهتر که این ترتیب رو رعایت بکنیم. مثل چی؟ Ha trovato una insolita e enorme cassetta degli attrezzi moderna quadrata verde scuro americana di metallo. مثلا برای یک لباس پیراهن خیلی میتونیم توصیف کنیم. بگیم یه پیراهن مردانه راه یقه هفته، آستین بلند کلاسیک، خاکستری نخی تابستونه، ساخت انگلستان. اینو چجوری میتونیم بگیم؟
Una classica camicia da uomo a righe a scuola a V a maniche lunghe grigie di cotone estiva inglese. بریم یه چند تا ترکیب با هم داشته باشیم ببینیم که ترتیب کلمات رو یاد گرفتین یا نه. مرسی که تا آخرین ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که تونسته باشم کلی چیز مفید و متفاوت و جدید بهتون آموزش داده باشم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. کلی ویدیو جدید داریم. مبحث صفات هنوز تموم نشده، کلی نکته داره و اینکه بتونیم به سطح چیون و بیدو برسیم و بتونیم بهترین پاسخگویی رو داشته باشیم به سوالات آزمون یا صحبت کردن بهتر مثل یه نیتیو ایتالیایی. خوشحال میشم نظرتون رو راجع به ویدیو آموزشی بدونم. نظرتون رو برام کامنت کنین. میتونید در دیگر فضاهای مجازی همراه من باشین. اونجا هم کلی منابع و نکات آموزشی در اختیارتون قرار میگیره. تا ویدیو بعد، چاو چاو.